چرا خستم؟ چرا در طول روز احساس خستگی دارم؟ میلیون ها نفر دارن این سوال توی گوگل سرچ میکنن. صبح که از خواب پا میشم به جایی که انرژی داشته باشم برعکس احساس خستگی میکنم و بعد از ظهر جوری خسته میشم که اصلا نمیتونم پلکام باز نگه دارم. من نمیخوام تو این ویدیو بهت بگم که بیشتر به خواب یا قبل خواب موبایلتو بذار کنار، که البته اینجور کارا واقعا کمکم میکنه. ولی من میخوام یه جور دیگه به این سوال نگاه کنم. میخوام عمیق‌تر این رو بررسی کنم که چرا واقعا ما اینقدر خسته میشیم. راستش مهمترین دلایل هم همین الانی که داری این ویدیو رو نگاه میکنی یا منی که دارم این ویدیو رو میسازم داره اتفاق میفته. توی مغز من و تو یه چیزایی داره اتفاق میفته که باعث میشه امشب یا فردا خسته تر از الانمون باشی. روی خوابمون تاثیر میذاره، روی کیفیت استراحتمون، حتی روی این که صبح فردا سر حال بیدار بشیم یا نه مؤثره. خب همین اول باید برگردیم به حدود 300,000 سال پیش، به زمانی که اجدادمون انسانای هوشمند زندگی میکردن. مغز انسان امروزی و مدرن تغییر زیادی با مغز انسان هوشمند نکرده، ولی دنیاهامون خیلی فرق کرده. باید تمرکزمون رو بذاریم روی یک بخش از مغز، کورتکس پیشانی. بخشی که میخوایم تصمیم بگیریم فعال میشه. خب بیایم انسان‌های ماقبل تاریخ رو بررسی بکنیم و تصمیماتی که در روز باید میگرفته رو نگاهی بکنیم. صبح که از خواب پا می‌شده باید تصمیم بگیره که مثلا کجا بره آب بخوره، آیا امروز با بقیه بره شکار یا بره توی جنگل دنبال غذا بگرده. آیا این قارچی که پیدا کرده سمیه یا نه. و احتمالاً سبت شبم دور آتیش میشستن و با بقیه قبیله حرف میزده. فعالیت مغز اونا خیلی پر جنب و جوش نبوده و در طول روز تصمیمای زیادی نمیخواسته بگیرن و اوضاع اونا خیلی ساده و تصمیماشون هم پیچیده نبوده. حالا بیام 100 سال عقب‌تر و انسانی که تو عصر انقلاب صنعتی بوده رو بررسی کنیم. خب اینجا تصمیمای خیلی بیشتری میگرفته. صبح که با طلوع خورشید بیدار میشده، باید صبحانه میخورده، لباسای کارگریشو بپوشه، بره سر کار و یه کار تکراری رو برای چندین ساعت انجام بده. هنوز کورتکس پیشانی خیلی فعال نیست و هنوز انقدر سر شلوغ نیست. اما امروز منی که صبح با آلارم گوشیم بیدار میشم، باید هنوز 8 صبح نشده 1000 جور تصمیم میگیرم. از برنامه‌ریزی امروز، چه جلساتی دارم، چی بپوشم، کی از خونه برم بیرون به موقع برسم، هی تصمیم توی تصمیم. جوری که از تمام تصمیماتی که یه انسان هوشمند باید تو کل عمرش میگرفته، من قبل از اینکه بره خونم به اندازه اون تصمیم گرفتم. یه تحقیقاتی هست که میگه انسان امروزی حدود 35,000 تا تصمیم در روز میگیره که فقط 200 تاش مربوط به غذا خوردنه. حالا تو یه سوال یا بهتر بگم یه تناقض به وجود میاد. قبوله زندگی مدرن پر از تصمیمات پیچیده و انتزاعی و حیاتیه. قبول. ولی دیگه لازم نیست که هر لحظه گوش به زنگ باشیم که ممکنه یه ببر بخواد ما رو بخوره، یا دیگه مجبور نیستیم واسه آب و غذا بریم توی جنگل یا شکار کنیم. الان یه اپ میزنیم، پیک میاد جلوی در خونه. حتی دیگه لازم نیست ظرف بشوریم، لباس بشوریم یا حتی خونمون رو جارو بزنیم. برای همه اینا الان ماشین هست. این یعنی که ما بیشتر میتونیم لم بدیم، واقعا روی مبل استراحت کنیم، دیگه نباید خسته تر باشیم. اینجاست میرسیم به اون جواب اصلی. باید دوباره برگردیم به همون کورتکس پیشانی مغز و ببینیم موقع تصمیم گیری ها چه اتفاقی توش میفته. اینجا داریم از یه جنگ واقعی صحبت میکنیم، جنگ بین تو و دنیای مدرنی که 2 تا جبهه اصلی هم داره، جبهه روز و جبهه شب. بریم سراغ جبهه روز. اینجا تو داری همونطور که پیشتر گفتم مدام تصمیم میگیری. خب بیایم ببینیم داره دقیقاً چه اتفاقی میفته. هر تصمیم یا عملی که انجام میدی یه پالس الکتریکی کوچیک بین بخش‌های مختلف مغز رد و بدل میشه. این پالس‌ها از مسیری به نام نورون‌ها حرکت میکنن. حدود 100 میلیارد نورون الان توی مغز تو وجود داره که با اتصالات فراوانی که دارن یه شبکه عظیم رو تشکیل میده. این شبکه مدام در حال کار کردنه، سیگنال میفرسته به بخش‌های مختلف مغز که میشه همون چیزی که باعث میشه تو تصمیم میگیری و عمل کن. برای اینکه پیام‌ها رد و بدل بشه، یه ماده شیمیایی خیلی مهم لازم داری که اسمش گلوتامات هست، که در واقع یه پیام رسانی که کمک میکنه همه چی با هم در ارتباط باشه. حالا نکته حساس اینه که وقتی تو یه تصمیمی میگیری، گلوتامات توی مغز باقی میمونه و وقتی تعداد زیادی تصمیم میگیری، گلوتامات شروع میکنه به انباشته شدن
و نتیجهش میشه که سیستم مغز کم کم دچار گرفتگی میشه و تصمیم گرفتن سخت‌تر و سخت‌تر و احساس خستگی بیشتر و بیشتر بشه. یعنی مغز دیگه نمیتونه مثل قبل خوب کار کنه و اینجاست که اون حس خستگی زیاد میاد سراغت. خب بیا با هم یه لیستی درست کنیم. یه طرف این که چرا خسته میشین، طرف دیگه که چیکار میتونیم بکنیم واسش. یکی از کارهایی که تو خیلی از فرهنگ‌های من جمله فرهنگ خودمونم هست، چرت نیمه روزه که بین ساعت‌های 2 تا 5 عصر یه استراحت جدی وجود داره. تحقیقات نشون میده که این چرت عصرگاهی عملکرد مغز رو به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود میده. اما دنیای مدرن الان تا همین چند وقت پیش داشت این کارو مسخره میکرد و به حساب تنبلی و عقب موندگی اون جوامع میذاشت. پس چرت زدن میتونه به مغز کمک کنه که اون گلوتامات رو کم بکنه و مغز خودش رو ریست بکنه. ولی اگه بخوام جواب سوال اول ویدیو رو خلاصه بگم، بخوام اون رو توی جمله بگم اینی که تعداد تصمیم‌های روزتو کم کن. آسون نیست ولی واقعا شدنیه. مثلا روز جمعه برنامه لباس کل هفته تو بچین. یا مثل استیو جابز و مارک زاکربرگ فقط یه مدل لباس رو انتخاب کن و اونو بپوش. یه راه دیگه هم داشتن برنامه غذایی هفتگیه. مثلا روز تعطیل کل وعده‌های غذایی هفته تو آماده کن تا دیگه مجبور نباشی هر روز مثل من در مورد که صبح چی بخورم، نهار چیکار بکنم تصمیم بگیری. راه دیگه هم اینه که حجم اطلاعاتی که در روز سرازیر میشه سمتت رو کم بکنی. اخبار و سوشال میدیا و نوتیفیکیشن ها رو یه جوری سازماندهی کن که حداقل میزان لازم بیاد سراغت. میتونی از کلی اپ که واسه این کار استفاده شده ازشون بهره بگیری. یه ماده شیمیایی دیگه هم هست که باید در موردش بدونی. اونم آدنوزینه. آدنوزین هورمونیه که به مغز سیگنال میده که وقتش استراحت کنی. حالا هر چی در طول روز فکر کنی و کار کنی، آدنوزین تو مغز جمع میشه و اگه همه چی درست پیش بره باعث میشه شب راحت و سریع بخوابی. ولی ما انسان‌های مدرن یه چیزی رو کشف کردیم که میتونیم جلوی آدنوزین رو بگیریم. معروف‌ترین محرک دنیا، آذرم شرط ببندم تو خونتم هست. کافئین باعث میشه که سیگنال طبیعی وقت استراحت رو بلوک کنه و بهت اجازه میده همینطور ادامه بدی. ولی خب اون اثرش همیشگی نیستش دیگه. وقتی که اثر کافئین بره، تمام اون آدنوزینی که تو مغز جمع شده یهو میریزه رو سرت و اینجاست که اون دچار قبط انرژی وحشتناک میشی، همون که بعد از اون میاد سراغت. حالا راه حل چیه؟ یکی از پیشنهادات جذابی که من دارم کافی نپ هست، یعنی خوردن قهوه درست قبل از چرت 20 دقیقه‌ای. اینجوری تا کافئین شروع کنه به کارش، آدنوزین با استراحت 20 دقیقه‌ای تخلیه میشه و تو با انرژی از چرت میای بیرون و ادامه میدی روزتو. اینو حتما امتحان کن و برای من تو کامنت ها بنویس از تجربه. اگر نمیتونی چرت بزنی، تایم قهوه خوردن تو هوشمند انتخاب کن. بین ساعت 9 تا 11 صبح قهوه بخور که زمانی که اثرش رفت، حداقل خونه باشی تا بتونی یکم استراحت کنی. پس خلاصه نبرد روزانه این شد. گلوتامات انباشته میشه چون داریم زیاد تصمیم میگیریم. آدنوزین جمع میشه چون با کافئین سیگنالش رو بلوک میکنیم و دنیای مدرن هم اجازه نمیدی که اینا رو به طور طبیعی پاک کنی. نتیجهش میشه خستگی عمیق و سنگین. خب بریم سراغ نبرد شبانه. حتما شنیدی که میگن باید 7-8 ساعت در روز بخوابی. ولی هم حتما میدونی که زمان خواب هر کسی مختص به خودشه. مثلا من ساعت 10 شب بدنم بهم میگه وقت خوابه، اما من خیلی مثلا صبح زود بیدار میشم. ولی تو شاید دقیقاً برعکس من باشی و تازه شب ساعت 2 خوابت ببره. من توی ویدیو در این مورد صحبت کردم که لینکشو میذارم این بالا که اگه خواستی بیشتر بدونی بری و ببینی. دنیا الان طوری طراحی شده که انگار همه ما مثل همین و ساعت 9 صبح تا 5 باید بریم سر کار. ولی واسه من از 7 صبح تا 3 خوبه. واسه تو شاید 11 صبح تا 7 بعد از ظهر خوب باشه. خب باید چی کار کرد؟ اول از همه باید بدن خودت رو بشناسی، ببینی ریتم خواب و بیداریت کی هست. این کار کمک میکنه که کمتر خسته بشی و زبان بدن و سیگنال هایی که میده و بهتر متوجه بشی. خب خواب واقعا مهمه دیگه، لازم نیست من در موردش توضیح بدم. اینقدر مقاله و ویدیو هست که خیلی راحت میتونی پیدا کنی. مغز ما در خواب میاد اون خاطره و داده ها رو دسته‌بندی و مرتب کنه. از اون ور عضلات و سیستم گردشی خون استراحت میکنه و از همه مهمتر همون گلوتامات و آدنوزین و مابقی چیزایی که توی مغز پاکسازی میشه. اما همه خواب‌ها مثل هم نیستن و یک سری چیزها روی کیفیت خواب تاثیر خیلی زیادی میذاره. بذار با مثال زدن خودم توضیح بدم.
فرض کن من طرفای 8 شب میام خونه. یک کم که میگذره میرم سراغ کارهایی که مونده و میخوام انجام بدم. چون ذهنم خسته است، یه فنجان قهوه درست میکنم و میشینم پای کار. طرفای 10 شب که وقت خوابمه، کافه نمیذاره سیگنال خواب تولید بشه. پس من میرم سراغ یوتیوب. بعد از گشتن حسابی توی یوتیوب یه ویدیو پیدا میکنم میشینم پاش. نور تلویزیون اینقدر زیاده که مغز ما اشتباهی فکر میکنه روزه و اون ملاتونین که ماده لازمه که وارد خواب بشیم و ترشح نمیکنه. حدود 1-2 صبح اثر کافئین از بین میره، آدرنالین پامپ میشه و احساس خواب‌آلودگی پیدا میکنه. یک کم هم ملاتونین ترشح میشه و من مثل کسی که بیهوش میشه میرم به خواب. هنوز مغز من درست حسابی پاکسازی نکرده که با زنگ ساعت پا میشم و اینجاست که اون خستگی هنوز با منه و اون صبح نه انرژی دارم نه خلق و خوی درست حساب. پس نتیجه میگیریم خواب کافی باید توی لیستمون اضافه کنیم و قبل از خواب هم کافئین یا الکل مصرف نکنیم چون کیفیت خوابو میاره خیلی پایین. خب این لیست من که چرا خستم و چه کارهایی میشه کرد. مطمئنم که لیست کاملی نیست و میشه کلی چیزی بهش اضافه کرد. ولی چند دلیل مهم و کمتر گفته شده رو سعی کردم پوشش بدم و راه حلی که واقعا سبک زندگی خود من عوض کرده رو بهت گفتم. ببین خستگی ما فقط به خاطر بردن گوشی تو تخت نیست. خیلی چیزای دیگه هم توش دخیله. مخصوصا اون جنگ بین زندگی مدرن و اون مغز قارنشین ما. ممنون از اینکه تا اینجا با من بودی. من سعی کردم کنجکاوی خودم رو که چرا اینقدر همه دور و بریام و خودم همیشه خسته هستم پیدا کنم و یه راه حلی براش پیدا کنم. و سعی کردم اونا رو با تو به اشتراک بذارم. لطفاً سابسکرایب یادت نره و اگه نظر یا پیشنهادی داری حتما توی کامنت ها برای من برس. خیلی ممنونم.